درود همگان عزیز، با شما بخشش شد است. تایید خلقی دکتر امام علی اکادمی. ما فعالیت خود رو و تجربه خود رو از سال 1995 شروع کرده هستیم و از سال 1995 ما تجربه سومرانه بودیم. دکتر امام علی سومرانه کردیم و از سال 2005 ما در شهر اوکراین تجربه بودیم. کارهای خود رو پیش بردیم. در شهر دیوکاتروس ما تجربه خود دوام بودیم و در سال 2011 ما در شهر دوشنبه تجربه رو دوام دادیم و تا سال 2015 من عموما به استخراج گردن دست نرساندم، برای که استخراج گردن بسیار نازک است، دریجه گردن به‌حد نازک است. عموما با گردن کار کردن به‌حد نازک است، برای که من در تجربه می‌دیدم و دیگر دکترها و دیگر مهندس‌ها با گردن کار می‌کردند. وقتی که نمی‌فهمیدند بسیار ضررهای جدی نرساندند به آدم و تا سال 2015 من با گردن عموما کار می‌کردم. تا 2015 من تجربه کردم و تا 2015 متدیکای خودم رو پیش بردم و از سال 2015 بعد با متدیکای خودم با گردن کار کردم و از سال 2015 وقتی که ما با گردن کار کردیم، ما در 6 ماه با بیمار کار میکردیم، 8 ماه کار میکردیم، آهسته آهسته همه را نزدیک کرده در 4 ماه 2 ماه رسوندیم. امروز میتونیم در راه تا 1 ماه هم کار بکنیم. بعضی کسال‌هایی هستند که بعضی بیماری‌هایی هستند که ما می‌بینیم در 3 روز هم کار می‌کنند. این هم از حساب تجربه است. وقتی که من با گردن کار کردیم و تجربه خود رو آموزاندیم، زیاد کردیم و در سال 2023 ما علاقه رو میتونیم با کفالت با گردن کار کنیم، برای که در مملکت‌های دیگر من می‌دیدم که مانوریستان دکتران با گردن عموما کفالت دادن میتوانند، کار میتونیم طاقت میتونیم و کفالتش نیست. امروز ما به درجه رسیدیم که 99% کفالت خودمون رو با کار با گردن میتونیم دادن و بعضی بیمارها هست که در 3 روز طاقت می‌آورند، بعضی هست که تا 1 ماه 2 ماه میکشد، وابسته از بیماری انسان هست. بیماری اگر سبکتر باشد تیزتر ساز می شود، اگر بیماری وزن‌تر باشد و بیماری دیرتر ساز می شود. شکر خدا امروز ما به درجه رسیدیم که با استخراج گردن ما 99% کفالت رو میتونیم. سلامت باشید.